سلام به همگی. هوای بسیار خوب، بسیار عالی امروز است. 16 درجه است با وجود که ما چند پرام پوشیدیم. آمدیم طرف گرونوالد جایی است که اینجا کنسولگری افغانستان مقیم منشن است و گرونوالد پالی از او یک جایی است که مشهور است به ای که پیسدارا در اینجا زندگی میکنم. ما دیگه آمدم، حالا ترمین گرفته بودم یا وقت ملاقات گرفته بودم در اینجا. اونا گفتن که 3 بجه برم یک جای پیدا کنم، یک پیتزا بخورم. بریم با هم یک پیتزا بخوریم. اینجا ما را نقشه ایجا آورد که اینجا رستورانت است، اما اینجا خانه است، هیچ رستورانت نیست. بعضی وقتا گوگل مپس نمیشه که فترمون کنی یا اعتماد کنی سرش. ما را ایجا آورد که چی است؟ رستورانت است پشت سر، اما او یک خانه بوده. فکر کن 30 دقیقه 35 دقیقه تا به اینجا آمدم، آخرش هم رستورانت نبوده. حالا ببینم در گوگل مپ اگر دیگه جای رستوران باشه که بریم یا پیتزری کجا. دوستات رستوران یافتیم. اینجا رستوران ای پشت سر بوده و آدرسی که گوگل مپس نشان میداده و دروغ بوده. طرف پشت سرش یک تنیس هال هم است. پیتزا رو بیشتر کردیم میایم. ما دیگه بیرون ششتم، هوا خوب استم. در اینجا یک رسم رواج است که کولا را که میارن در داخلش یک دانه از لیمو هم اندازن چه معلوم بشه نمیشه و از یک طعم دیگه میته کولا. گرچه فرید بیادارم در ویدیوهای دیگه دیدین او خوش نمیاره لیمویش، دایم لیمویش همه کشه. اگه طارق میخوری؟ بس گرچه مرا خوشم میه لیموی ازی یک طعمه که دیگه میته کولا را و خوشایند استم. امروز یخ هم انداختن، طبیعی که امروز هوا گرم شده، در داخل گیلاس یخ هم انداختن. دیگه در این فضای آرام و خوب صدای پرنده را مثلا شما میشنوید نمیشنوید، آن خوردن هم کیف میکنید. پیتزا را آورد دوستان، پیتزا رو سرش میبینیم که پیاز انداخته و مایی. گرچه در اینجا عادت است مردم پیتزا و یارا این رقمی میخوره که کت قاشق و پنجه میخورن، اما ما میخوایم که به خاطر از این ویدیو خودم هم کم تو گوش نشدیم کت قاشق و پنجه یک دیر میشه که آدم بخورم، اما تو چی بالاش کنیم دیگه به حساب وطنی. مگم پیتزای ازی چی دارم؟ پنیر دارم همراه پیاز و بانجان و نانخوش دیگه مایی یک چسباک هم هستن. روغنش کم است. نرمال پیتزاهای ایتالیایی که به این شکل پخته میشه یک ذره روغنش زیاد بندازم. مزه‌دار است دوستای عزیز، جایتان خالی. همینجا دیگه نوش جان که دارستیم. خدا کنه که از ویدیوی ما خوشتان به لایک کنین، سابسکرایب کنین دوستای عزیز. داغه سرخم. بسیار خوب پخته شده. گرچه پیتزا ها کسی یکم دوکانه که زیاد بیربار سرشان می باشه یا آشپزشان استرس می داشته باشن یا پشتش یا رویش سوختگی می باشه، اما ازی خوب پخته شده. آشپز خوبه دارن. دوستای عزیز خزار خونش جان کردیم دیگه، آستا بریم پس طرف کنسولگری. چقدر اینجا عاشقا زیاده سی قلفایی که اینجا میبینین یا کلش به خاطر عزیز که
مردم های که عاشق هستن و میخواین هیچ از هم جدا نشه قلف بسته میکنن و در دریا کلیش هم اندازن دیگه. خیلی یک کار انتیک است، یک رسم و رواج است به حساب اینجا خیلی زیاد است. کل پلا گرفتم. تا پایان ها را که ببینین تو امده ای بالا استادستون تا پایان ها درخت ها و درخت ها کنار هم خیلی زیق جا به جا شده از نگاه طبیعی و خدا نکنه اینجا آدم رفته. اگه اینجا آدم رفته مثلا این چوبه بزنیم یا قپیش نرفته. مردم بایان و بالخصوص منشن به این مشهور هستن که اینجا مردم های پیسداری است و مردم هایی که درآمد خیلی خوب دارن. اما در منشن آمده نیست کلایی درآمد خوب دارن. کسایی که درآمد خوب داره این طرف گرونوالد هستن. یک چیز دیگه هم که نماینگر شهر پیسدارانسی است که اینجا کلایی ویلا داره، خانه های ویلایی داره. کسی در آپارتمان ها زندگی نمیکنه. جای باشه هم آپارتمان ها تا به حال من ندیدیم. اگر ببینید در سفارت افغانستان بیرق سه رنگ افغانستان هنوز هم در اهتزاز است، سیاه سرخ سبز. عزیز بعد از ایش اجازه نداریم که ویدیو بگیریم دیگه، از این میجه خداحافظی میکنیم. خداحافظ و وقت خوش.